توی این قسمت توی روز ششم سفرمون می‌خوایم بعد از خوردن یه صبحونه خوشمزه توی آیکون هتل استانبول بریم به سمت یه موزه بی‌نظیر انگلیسی، البته شعبه استانبولش، یعنی موزه مادام توسو. بعد از اون هم به وسیله یه قطار قدیمی یعنی خط تونل که سال 1875 ساخته شده میریم به سمت مسجد آیا صوفیه. بعد از خوردن نهار توی یه رستوران سنتی از آب انبار باسیلیکا بازدید می‌کنیم و توی روز هفتم و روز آخر سفرمون بعد از یکم پیاده‌روی تو خیابون استقلال و یکم خرید بازدیدی داریم از کلیسای سنت آنتونی پادوا. در آخر هم با یه تاکسی ویژه میریم به سمت فرودگاه استانبول تا بعد از چند ساعت چرخیدن توی این فرودگاه و فری شاپ و فروشگاه‌ها و رستوراناش برگردیم به سمت ایران. پس خوش اومدیم به برنامه وقت سفر، قسمت آخر از سفر ما به استانبول.